گوش کن تو پلنگ. میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد. رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد. رحم چی میگی؟ با تو وقت چیزی نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم. اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه. طرزی در قدی کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه. لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی. نه روی لمای ای وای دختری بی سرش لچای لیباسو چه خب ای هوی نگاه نکوترم پس رو اوسه نگاه کرده بود اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شو در خواب میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کار دنیا رو فکر کردن نمیتونی. با چی بگیم وقت کار کنم با برای که دیگه در توبه که دست بگیره بوم بگی توبه که از تغفیرالله بگو توبه که خیلی توبه رو توسه کردم توبه کردم بگوی توبه کردم نه تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگر یکم مکتبی عالی نخوندم بچم یکم مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم قرار دیده خواه کتابی بدهی خواه کتاب علمی ما خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی ده برام بخونم نه که عقل ندارم سواد ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختی هم با من چیکار کنم اگه رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شده گیان ازاشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم